سلام به همه عزیزا دوستای گل، وقت همه شما بخیر. امید که هر جا هستیم خوب و خوش باشیم. طرز تهیه قابلی روغن کنجد. پیازا چرخ کردم داخل دگ انداختم که گوشت دارم داخل از اینا اضافه کنم. ببینیم دوستا تا آخر. یم از خلال زردک و یم کشمیش که اینا داخل روغن، هم کشمیشا و هم خلالار یک تف میدیم. گوشتارم داخل پیازا و روغنا کنجد انداختم که گوشتا یک تف بخوره، گوشتا کمک ملایم شه و سرخ شه. بعد از داخل از اینا نمک و ادویه و اور اضافه میکنیم. اورم اضافه کردیم داخل گوشتا و پیازا روغن. اینا یک نیم ساعت باشه که خود همین او جوش بخوره، خوب لابدار شه. نمک و ادویه خورم داخل از اینا ما اضافه کردم. سلام 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 سلام. روغن کنجد. یه هم از